سلام و وقت بخیر. در ادامه ویدیو درباره کارهای غیر قابل باور علاءگل مجاهد، یکی از نمایندگان مردم افغانستان در دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهیم پرداخت و ویدیوهایی را برای شما میگذاریم که غیر قابل باور می باشد. اما قبل از اینکه ویدیو ما رو ببینید، ویدیو را لایک کرده و کانال یوتیوب کابل آرت را سابسکرایب نموده و علامه زنگوله را فشار دهید تا همه از این خبر آگاه و با خبر شوند. علاءگل مجاهد یکی از کسانی می باشد که همه مردم افغانستان به اسمش آشنایی دارند و خیلی یک مرد پرقدرت و پرزور افغانستان بود و در آن دولت بسیاری از مردم افغانستان از او حمایت می‌کردند و خیلی ها طرفدار وی بودند. اما علاءگل مجاهد یکی از پرقدرت ترین نفری بود که در افغانستان کارهای غیر قانونی هم می‌کرد. اما وقتی که جمهوری اسلامی افغانستان شکست خورد و طالبان دولت را تحت حمایت خودشان قرار دادند، آن وقت علاءگل مجاهد را زندانی کردند و بالایش کارهای غیر قانونی کردند و وی را پیش هر مردمی که او را می شناخت و از علاءگل مجاهد حمایت می کردند پیش رویشان آن را شرمان و کارهای غیر قابل باور بالایش کردند. اما شما دوستان عزیز، این ویدیوی تازه‌ای که به دست ما رسیده است ببینید که آیا بالای علاءگل مجاهد این کارهایی را که طالبان بالایش کرده اند آیا خوب می باشد و یا خیر. در ادامه ویدیو را ببینید و شما قضاوت کنید که این مرد پیر که این کار غیر قابل باور را می کند آیا علاءگل مجاهد می باشد و یا خیر. در ادامه ویدیوها را دیده و نظریات خود را با ما در کامنت شریک سازید. ما منتظر نظریات و انتقادات و پیشنهادات شما هستیم تا ویدیوهای دیگر که برای شما به حقیقت‌های بیشتر و سلبریتی‌های تازه و جدید می‌پردازیم به الله متعال می‌سپاریمتان و برای شما، برای صحت و سلامتی شما ما دعا می‌نماییم و برای شما صحت و سلامتی و خوشی را آرزو می‌کنیم. تا ویدیوهای دیگرمان، بدرود.